اگه فکر کردید ولاگ عقد محضریم با اشک و گریه تموم میکنم، کاملا در اشتباهید. به هر حال جشن و شادی و باید بخندین و با خوشحالی برامون آرزوی خوشبختی کنید. آقا خلاصه بعد از بله گفتن ما نوبت به بله گفتن آقا روزبه میرسه که تو اون شرایط احساسی که ما داریم اشک میریزیم، برای آقا روزبه سوال پیش اومده که بهار منم باید برای بار سوم بله بگم یا نه؟ حالا منم موندم بشینم گریه کنم یا بخندم. بگم 3 بار بعد بله آره بزرگترم بعد یه کنیم دامادم بعد ناز کنه دیگه 3 بار بعد میگم نه فقط روز بعد ناز کنه. هیچی دیگه. بعدش هم نوبت به امضا بازیامون رسید و بعدش هم حلقه‌های خوشگلمون رو دست هم انداختیم. ویدیو هم بگیر نکن. این تاج ملکه است. خیلی خوشگله. دست ملکه میخواد. خیلی خوشگله. ملکه بودی ملکه تر شد. چیزای خاصی داری نه. بعدش هم که خانواده هامون اومدن برای عرض تبریک و روبوسی. در نهایت هم رفتیم که عکسای خوشگلمون رو بگیریم. البته باید بگم که کت و شلوار خوشگلم هدیه زیبا با ارزشی بود از طرف میزان حرفه‌ای سیب سرخ. واقعا ممنونم ازشون که این روز خاص رو با این هدیه زیبا برای من زیباتر کردن.